سلام. امروز میخوایم با هم دیگه چیزکیک به روش آلمانیا رو درست کنیم که به نظر من خوشمزه ترین چیزکیک های دنیا رو آلمانیا درست میکنن. این روشی که امروز قرار با هم درست کنیم یه مواد اولیه داره که معمولا یا تو خود آلمان پیدا میشه یا چند تا کشور اروپایی که همون کوارک هستش. اما من امروز به شما یه جایگزین دیگه برای کوارک میدم که شما بتونید این چیزکیک خیلی خوشمزه رو هر جای دنیا که هستید خیلی راحت درستش کنید و ازش لذت ببرید و مزه‌ش هم تقریبا یکسانه. پس بریم با هم دیگه شروع کنیم ببینیم این چیزکیک چجوری درست میشه. اول از همه ما به 200 گرم کره نیاز داریم، 70 گرم شکر، 300 گرم آرد نیاز داریم، اندازه یه قاشق غذاخوری یا همین بسته های 16 گرمی بیکینگ پودر نیاز داریم و یک عدد تخم مرغ. اول از همه ما این کره ها رو میریزیم داخل یه ظرف. کره هم نسبتاً گذاشتم نرم شدن و بهش شکرم اضافه میکنیم. حالا اینا رو کامل باید با هم مخلوط کنیم. اول ما داریم خمیرش رو درست میکنیم، اما چیزی که باید بهتون بگم بهتره اگر سریع همزن مخصوص خمیر رو دارید از اون استفاده کنید چون کارتون رو راحت تر میکنه، ولی من ندارم متاسفانه و از سریع همزن معمولی استفاده میکنم. یکم کار رو سخت میکنه ولی فعلا ما همین که داریم پیش میریم دیگه. خب الان که این خمیر و شکر یکم با هم مخلوط شدن وقتشه که آرد رو بهش اضافه کنیم. بهتره که بیکینگ پودرم با همین آرد قاطی کنم که با هم دیگه مخلوط بشن دیگه. آرد رو به مخلوط کره و شکرمون اضافه میکنیم کامل. حالا با لیسک یکم اینا رو با هم مخلوط میکنیم که آردمون نپاشه این ور اون ور. همینجا بهش تخم مرغ هم اضافه میکنیم. مواد رو کامل یکم با این لیسک با هم مخلوط میکنیم. حالا با همزن میزنیم. خب همینقدر کافیش بود با همزن زدیم. به اینجا که رسید میبینیم با هم دیگه مخلوط شدن ولی نیاز داریم هنوز اینو با دست ما ورز بدیم. الان یکم آرد نیاز داریم. برای چی؟ برای اینکه دستمون نچسبه به این خمیر. بعد اگه دیدید میچسبه میتونید یکم آرد بهش اضافه کنید. خب الان به نظر میاد این خمیر یه دست شده باشه و با هم کامل ترکیب شده باشه. به این شکل باید در اومده باشه خمیرمون. الان که خمیرمون آماده شد به یه فویل نیاز داریم. حالا این خمیری که آماده شده رو میریزیم روی این فویل. بعد روشو میکشیم. اینو الان برای حدوداً 10 دقیقه میذاریم داخل یخچال. حالا تا خمیرمون داره خنک میشه ما یه دونه کاغذ روغنی رو به اندازه کف این یه کوچولو بزرگتر برش زدیم و یکم روغن یا یکم کره به اطراف این بپاشیم. بعدش با این فرچه ها کامل همه جاشو روغن بزنیم. بعد که این کارو کردیم یکم باید روش آرد بپاشیم. خب اینم الان همینطوری کافیشه. حالا کاغذ روغنی میذاریم روی این و میکنیمش داخل قالب. باید آخرش به این شکل در بیاد. بعد از حدود 10 دقیقه تا یه روز من اینو از یخچال در بردم. الان ما مقداری از اینو بر میداریم، همش رو نه، فقط النصف شاید یکم بیشتر.
این مقدار رو ما نیاز داریم برای کف این قالبمون. میذاریمش این داخل. همینطور باید کامل سطح این قالب رو پر کنیم. حالا ما بقیه این خمیر رو میگیریم تیکه تیکه، بعد با دستمون بهش اینجوری شکل میدیم، این شکلی، و میذاریمش برای گوشه های قالب. حالا با یه چنگال سوراخ داخل اینا ایجاد میکنیم. این باعث میشه که یک نواختر بپزه این خمیر. خب کافیه. حالا این خمیر رو میذاریم توی یخچال تا مابقی مواد رو آماده کنیم و این خنک بمونه. قبل از هر چیزی برای درست کردن کرم داخل چیزکیکمون ما میریم سراغ خامه، چون خامه رو باید بزنیم فرم بگیره یه کوچولو، بعد میتونیم بذاریمش یخچال و بریم سراغ مابقی کارا. پس اول از همه 200 گرم خامه رو بریزید توی ظرف و با همزن بزنیدش یکم فرم بگیره. خامه انقدر زدشه کافیشه. حالا این خامه که فرم گرفته هم میذاریم توی یخچال همینطور خنک بمونه تا بعدا باهاش کار داریم. ما میخوایم اون کرم داخل چیزکیکمون رو درست کنیم. برای این کرم ما چی نیاز داریم؟ اول از همه 125 گرم کره نیاز داریم، 200 گرم شکر نیاز داریم، 5 تا تخم مرغ، 500 گرم کوارک. اگر شما کوارک در دسترستون نیست میتونید مثلا 250 گرم ماسکارپونه استفاده کنید و پنیر ماسکارپونه و به علاوه 250 گرم خام ترش، یا باز اگر اون در دسترس نبود میتونید از پنیر خامه ای استفاده کنید. ولی اگر کوارک در دسترستون بود حتما 500 گرم کوارک استفاده کنید. 200 گرم خام ترش نیاز داریم، 40 گرم نشاسته نیاز داریم و البته وانیل نیاز داریم. حدود 8 گرم وانیل استفاده میکنیم واسش. اول از همه ما بیایم کره هامونو با شکر مخلوط میکنیم یکم. چیزی که باید حواستون باشه اینه که کره‌تون رو همونطور سرد و یخ نندازید این تو، بذارید قشنگ نرم بشه بعد بندازید این تو. من گذاشته بودم تو دمای محیط گرم بشه و خودشو ول کنه یکم. همانقدر برای ما کافیه که با هم دیگه مخلوط بشن. حالا بهش تخم مرغ رو اضافه میکنیم، کوارک هم میریزیم داخلش، خام ترش، نشاسته و وانیل. من 8 گرم که یه بسته از این وانیلا هستش رو میریزم. البته این وانیل با شکر هستش. اول میتونیم یک کم اینا رو با هم مخلوط کنیم که نپاشن. به نظر کافی میاد. خب الان وقتشه اون خامه‌ای که زدیم و فرم گرفت و یخچال دراریم و بریزیم داخل همین کرمی که درست کردیم. حالا باز دوباره یکم با همزن میزنیمش. خب این موادم کامل آماده شد. من فرو از قبل روشن کردم، روی دمای 180 درجه باید باشه و الان قالبم من یخچال در آوردم و این کرمی که درست کردیم رو میریزیم داخل قالب. حالا با لیسک روی اینو کامل یه دست کنیم که یک نواخت پخش شده باشن که احتمالاً شدن.
حالا باید بذاریمش داخل فر حدود 1 ساعت بپزه. برم که حسابی داغه. بعد از حدود نیم ساعت از پختش که گذشت و نیمه پخت که هستش درش آوردم و نیاز داریم اینو ما یه برشی بزنیم، چون که اگه این کارو نکنیم ممکنه قیافش خیلی زشته و روش خشک بشه و ترک بخوره. پس ما قبلش میایم روش رو یه برشی میزنیم با این چاقو. 1 سانت میایم جلوتر و به عمق 1 سانت اینو اینجوری برش بزنید. خب کافیه. حالا دوباره برای نیم ساعت دیگه برش میگردونیم داخل فر. بعد از 1 ساعت پخت این کیک کامل شد و اینکه من گذاشتم قشنگ خنک شد و الان اصلا داغ نیستش و میتونیم اینو بازش کنیم. خب قیافش که خیلی خوبه، مطمئنم طعمش هم خیلی خوشمزه است. اینم از چیزکیک آلمانیمون. نگاه کنید، این که بخواید پرفکت هم باشه همه چی خوب نیست دیگه، میشید مثل من اومدم این کاغذ روغنی رو از زیر این در بیارم، انقدر باهاش ور رفتم تا روش ترک خورد، وگرنه این کیک بنده خدا خیلی خوب پخته شده بود و هیچ ترکی هم روش نداشت. این به خاطر اینه که من هی سعی می‌کردم این کاغذ روغنی رو از زیرش بکشم که تو فیلم برداری خوشگل بیافته، که کاش نمی‌کردم. این هم شد یه درس عبرت برای اینکه نخوای ایدئالگرا باشی. بریم کیکو ببریم. کیکمون هنوز یکم ازش داره بخار در میاد. این نتیجه کیک خوشمزمونه، حتما باید امتحانش کنید. قیافش که خیلی خوبه، میبینید چقدر خوب پخته شده. اینم که یه تیکه خوشگل ازش. انقدر لطیفه تو دهن آب میشه. این چیزکیک رو یادتون باشه که بذارید تو یخچال خنک شه، بعدم باز خیلی خوشمزه تر میشه. حتما اگه دوستش داشتید نظرتون رو واسم بنویسید، واسه یکی از دوستاتون هم بفرستینش. اگه منم تا الان سابسکرایب نداشتید خوشحال میشم منو سابسکرایب کنید. مرسی، تا بعد.